اینجا استادیوم سوفای لس آنجلسه. ورزشگاهی که قراره در جام جهانی 2026 میزبان دو بازی از مرحله گروهی بین ایران و نیوزیلند و ایران و بلژیک باشه. جالبه بدونید برای ساخت این ورزشگاه بیشتر از 5 میلیارد دلار هزینه شده. عددی که سوفای رو به یکی از گرانترین ورزشگاه‌های ساخته شده در تاریخ تبدیل کرده. این ورزشگاه سال 2020 افتتاح شد و بیشتر از 70,000 نفر ظرفیت داره. اما چیزی که بیشتر از همه توجه رو جلب میکنه سقف عظیم و نمایشگر غول‌پیکریه که بالای زمین قرار گرفته و تقریباً از هر نقطه‌ای داخل ورزشگاه دیده میشه. سوفای تا امروز میزبان رویدادهای بزرگی مثل سوپربول و کنسرت‌های بزرگ جهانی بوده و حالا یکی از مهمترین ورزشگاه‌های جام جهانی 2026 به حساب میاد. چند روز دیگه همین زمینی که الان می‌بینید میزبان بازی ایران و نیوزیلند و همچنین ایران و بلژیک خواهد بود. مسابقاتی که قراره در یکی از پیشرفته‌ترین ورزشگاه‌های دنیا برگزار بشن.